کوشش کنید در زندگیتون یک انسان موفق، یک انسان پاک، یک انسان با استعداد باشید. الله متعال به تو خواهر، به تو برادر هم استعداد توانایی داد. تلاش کو، زحمت بکش، بنده مخلص الله باش. نکو به علما تمسخر نکو ودیو نساز. یه انسان موفق گفته نمیشه، انسان زرنگ گفته نمیشه. این مسلمان باید هوشیار باشه، زرنگ باشه. مردم کفر، کشورهای کفری را ببینید، جوانایش هوش مصنوعی میسازه، هزاران رقم برنامه میسازه، ولی ما تو پشت یک عالم میدویم، پشت فلان استاد میدویم، پشت فلان شهید میدویم و اودویی میسازیم، مورد تمسخر میگیریم به خاطر صفحات مجازی لایک و کامنت من زیاد شوه. اینا کدام فایده ای نداره بر من تو خواهر برادر. کار خوب نیست. یک کمی بشرمید، از الله خود بشرمید، نه از بنده. او الله که تو را آفریده روز جان تو را میگیره، این را مطمئن باش. وقت